لازمه این سخن این است که اگر فقط ظاهر را ندیده بودند یا از ظاهر به باطن آن نفوذ کرده بودند، آخرت را هم می‌دیدند. چون ظاهر جهان را می‌بینند، از آخرت غافلند. بنابراین باطن بینان این عالم آخرت را هم می‌بینند. در روایت هست که دنیا کشتگاه آخرت است. این روایت نسبت بسیار صحیح و روشنی را بین این جهان و آن جهان بیان می کند. اینجا باید کاشت و آنجا باید برداشت. بین دنیا و آخرت نسبت خصومت و منافات نیست، بلکه نسبت دوستی و زمین سازی و مشارکت در امر واحد است. در نهج البلاغه ذکر شده است که امیر المؤمنین ایستاده بودند و سخنان کسی را که به دنیا دشنام میداد میشنیدند. به او پرخاش کردند و گفتند تو که خود فریفته دنیایی، چرا آن را دشنام میدهی؟ تو به او بد میکنی یا او به تو بد کرده است؟ کجا دنیا تو را گول زده است؟ آیا پدرت که مرد یا مادرت که در خاک رفت مایه عبرت تو بود یا فریب تو؟ این دنیا با راستان راست میگوید و برای زیرکان عافیت خیز است و برای سرمایه اندوزان سرمایه بخش است و برای پندآموزان راهنما و مرشد است. مسجد دوستان خداست، پرستشگاه فرشتگان، محبت وحی الهی و تجارت خانه اولیای الهی اوست.